مرد باید حاکم باشه، زنم باید حاکم باشه. منتها نوع حکومتشون فرق میکنه. اینو من بازم گفتم که خانم ها حکومتشون در پرده است، اونها حاکم و دل میشن، ولی مرد علی الظاهر یه حاکمیت پیدا میکنه که خوبم هست، به شرطی که دلش در گرو اون زن باشه. مرد باید به این نیت ازدواج بکنه که من یک کسی رو خوشبخت بکنم، زنم باید به این نیت ازدواج کنه که من خودم رو خرج بکنم برای یه آدمی که این به شادی و به سعادت برسه و کنار من احساس سعادت بکنه. اگر این نیت در دل هر دوشون باشه، اون وقت اون اعتدال سلیمانی برقرار میشه.